سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من فاطمه مقدم هستم و میخوام بهتون دوره جدیدی که گذاشتم و معرفی کنم. این دوره مکالمه هستش از 0 و مبتدیه و خب توی این دوره کتابی که من تدریس میکنم هست Speak Now و شماره وانشو براتون تدریسش قرار انجام بدم. و خب توی هر جلسه ما یک درس رو کاور میکنیم و خب و اینکه آروم حتی متن سوالش هم براتون میخونم و سعی میکنم روون بخونم و اینکه براتون ترجمهش هم انجام میدم که با کلمات آشنا بشین. و اینکه متاسفانه به دلیل کپی رایت ممکنه که یوتیوب ویدیوهای منو حذف کنه، ولی به خاطر همین من لیسنینگ و فایل لیسنینگش رو نمیتونم براتون بذارم و از شما میخوام که ویدیو رو پاز کنید، خودتون لیسنینگش رو گوش بدین و جواب رو بنویسین و خب بعدش من براتون فایل صوتی رو به صورت تکست براتون میذارم، از روش میخونم به صورت روان، ترجمه براتون میکنم و جواب درست رو بهتون میگم و توضیح میدم که چرا جواب درست شد، که اگه شما اشتباهی جواب دادین بدونین که چرا اشتباه جواب دادین و چرا جواب درست شده این. و اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم و حتما اگه دوستان که این ویدیوها ادامه دار باشه لایک کنین، سابسکرایب کنین و خیلی خوشحال میشم اگه سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین، حتما جواب میدم. خیلی خوشحال شدم که وارد چنل یوتیوب من شدین و خب دیگه وقتتون رو زیاد نگیرم که بریم که درس اولش رو با هم دیگه شروع کنیم. خب این درس اولمون هستش. lesson 1 How are you یعنی حالت چطوره. خب تو این درس هدف از ما اینه که یاد بگیریم greeting people and saying goodbye. greeting people یعنی حالا احوال پرسی کردن با مردم و saying goodbye یعنی گفتن خداحافظی یا خداحافظی کردن. خب این قسمت وکبمون A. Write your first name, middle name and last name in the chart below. یعنی که بنویسید اسم کوچکتونو، اسم میانیتونو و فامیلیتونو توی این جدول پایین. خب اسم کوچک که ما خودمون داریم first name، مثلا سارا، علی، مریم. میدل نیم و معمولا ما نداریم، ولی مثلا خارجی ها 2 تا اسم دارن. مثلا اینجا رو نگاه کنید، دانا گریس اسمیت لاست نیم یا اسم کوچیک اسم فامیلشه، گریس میدل نیمشه اسم میانیشه و دانا فرست نیمشه که ما تو ایران معمولا میدل نیم نداریم. خب اینجا گفته توی این چارت بنویسین. ما میتونیم مثلا همینو بنویسیم یا اینکه اسم خودتون رو بنویسید. خب اولین نکته که باید بدونید اینه که ما توی انگلیسی اسممون رو با حرف بزرگ مینویسیم یا کپیتال، یعنی اینجوری بنویسیم غلطه. باید حتما اولین حرفش حرف بزرگ باشه. خب دانا حتی کلا همه اسما هم میدل نیم هم لاست نیم که حتی اینجا هم نگاه کنید با حروف بزرگ نوشته شده که من اینم بنویسم براتون. گریس و اسمیت هم براتون بنویسم، اسمیت. خب و بریم قسمت پایین. نوشته که pair work یعنی کار 2 نفره. ask for your partner's name then answer and give your name. میگه که بپرسید یا بخواید درخواست کنید برای اسم پارتنرتون، then سپس جواب بدین و اسمش خودتون رو بدین.
خب example یعنی مثال. A. What's your name؟ میگه که اسم شما چیه؟ What's your name؟ My first name is Donna, my middle name is Grace, and my last name is Smith. خب اسم کوچک من هست دانا، اسم میانی من هست گریس و اسم فامیلی من هست اسمیت. Conversation یعنی مکالمه. A. Listen, what is Steve's last name? What's Emma's middle name? خب اینجا یه نکته ای داره listen. اگه فعل اول جمله بیاد همیشه بعدش نقطه بیاد فعل ما امری میشه. listen یعنی گوش بدیم. چه چیزی هست فامیلی استیو چیه و اسم میانی اما چیه؟ خب اینجا خودتون لیسنینگشو گوش بدین، ویدیو رو پاس کنین، گوش بدین و خب بعدش من میخونم و براتون معنی میکنم. خب Hi, how's it going? How is it going؟ میگه سلام، حالت چطوره؟ معمولا مثلا حالت چطوره، زندگی چطوره، کلا به معنی خوبی و اینا میشه. Fine, thanks یعنی خوبم، مرسی. How are things؟ How are things میگه هاربار چجوریه، همچی چیزایی میشه. Pretty good pretty که عادی بیاد میشه زیبا، ولی pretty good یعنی مثلا خیلی خوب، عالی. My name is Steve Hill. اسم من هست استیو هیل. What's your name؟ اسم تو چیه؟ I'm Emma. لوری شاو. من هستم اما لوری شاو. و بعدی It's nice to meet you. یعنی از آشناییت خوشبختم. Nice to meet you too میگه از آشنایی تو هم همچنین خوشبختم. تو همچنین معنی میده. و well it's time for class. See you later. Well it's time for class. See you later. خب میگه که خب well میشه خب. It's time for class هستش زمان برای کلاس. این الان تایم کلاسمونه. See you later بعداً میبینمت. و اینجا take it easy هم موقع خدافزی میان میگن که ما تو فارسی معنی نداره، آنچنان معنی نداره. قسمت بعدی pair work میشه کار 2 نفره، حتی بالا هم داشتیم. Practice the conversation. Exchange the blue and green words above with the word below and practice it again. که practice the conversation تمرین کنین. گفتم فعل اگه اول جمله بیاد امری میشه. تمرین کنین conversation یا مکالمه رو. خب اینجا این قسمتش منظورش اینه که میگه که مثلا به جایی که اینجا بگی how's it going خب بیا بگو how are you. خب به جایی که مثلا در جواب بگی fine thanks بیا بگو I'm fine thank you. جا به جاش کن. یا مثلا این قسمت به جایی که بگی see you later بگو bye و به جایی که بیای بگی take it easy بگو have a nice day. have a nice day یعنی روز خوبی داشته باشی. خب یه چیز دیگه هم بود، یه سوالی از ما پرسید، گفت what is Steve's last name؟ خب این چی میشه جوابش رو خودتون پاس کنید، جواب بدین و بعد با من چکش کنید. خب what is Steve's last name میشه هیل. و قسمت بعدی که what is Emma's middle name اسم میانی اما چیه که میشه لوری. اما میشه first name، لوری میشه middle name و شاو میشه
last name. حالا اگه اینو کلش رو با هم دیگه بگیم، مثلا بگیم اما لوریشا میشه full name. خب بریم قسمت بعدی، صفحه بعدی و language booster. A. Notice the different ways we greet people and say goodbye. Informal. خب میگه که نوتیس دوباره فعله و اینکه معنیش میشه که توجه کنید به different ways، راه‌های متفاوت. We greet people، ما سلام و احوال پرسی میکنیم با مردم and say goodbye و خداحافظی میکنیم. این فرمال اینجا ستاره که زده منظورش اینه که غیر رسمیه و فرمال میشه رسمی. این فرمال غیر رسمی میگه که اونایی که ستاره داره مثلا اینا غیر رسمی هن ولی باقیشون رسمی هن. خب greeting people میگه حالا احوال پرسی با مردم. ما میتونیم بگیم good morning, good afternoon, good evening. morning, afternoon, evening. خب good morning یعنی صبح بخیر، good afternoon یعنی ظهر بخیر و good evening یعنی عصر بخیر. و خب hello، های و hey. خب hello رسمیه، های یه جور نیمه رسمیه ولی حالت رسمی خودشو داره و hey هم کاملا غیر رسمی ها اینفورماله. خب و این قسمت حالا احوالشون رو میخواد بپرسه. مثلا how are you؟ How are you? How is everything? How is everything? How are you doing? How are you doing? How are you? How is it everything? How is everything? How are you doing? و قسمت بعدیش که قسمت اینفورماله. How is it going? How are things? How is it going? How are things? و خب responding، تو جواب ما چی بگیم؟ وقتی که از همون حال احوالمون رو میپرسن چی بگیم؟ بگیم I'm fine, thank you. Thank you یعنی متشکرم، ممنونم. و خب وقتی که بگیم thanks بازم میشه ممنونم. thank you برای فرمال یا رسمیه، thanks برای اینفورمال یا غیر رسمی. و خب I'm fine هم که میشه من خوبم. Everything is great. Everything is great. میگه همه چیز عالیه. Everything همه چیز، great عالی. و fine thanks که میشه خوبم ممنون. I'm all right. I'm all right. all right یعنی که all right یعنی یه چیزی که مثلا خیلی عالیه، خوبه. میگه من خیلی خوبم، اوکیم. و not so well. not so well. not so well یعنی مثلا زیاد خوب نیستم. و saying goodbye. saying goodbye یعنی خداحافظی گفتن. goodbye خداحافظ. have a nice day. have a nice day. have a nice day یعنی روز خوبی داشته باشی. good night یعنی شب بخیر. و see you میبینمت. اگه کنارش بگیم later میشه بعدم میبینمت. see you پس میبینمت، see you later بعدم میبینمت. later. خب ما میگیم later، میگیم later، یه جور یه ده خفیف تلفظ میکنیم. و take care یعنی مواظبت کن. و قسمت بعدی دوباره pair work یعنی دوباره کار دو نفره. take turns greeting each other and saying goodbye. میگه که به نوبت با همدیگه حال احوال پرسی کنید و خداحافظی کنید. examples مثال A. good morning young.
صبح بخیر یانگ. Hi Maria, how are you? سلام ماریا، حالت چطوره؟ I'm fine, thank you. من خوبم، ممنون. Have a nice day ماریا. روز خوبی داشته باشی ماریا. و goodbye یانگ. خدا حافظ یانگ. خب بریم این قسمت for listening. خب میاد میگه که اینجا یه قسمت ما listening داریم که گفت listen، گفتیم اول بیاد میشه امری، گوش بده. Is each situation formal or informal؟ میگه که هر کدوم از این situation ها یا موقعیت ها رسمی یا غیر رسمی هن. Circle the correct answer. دورش دایره بکش، دور جواب درست دایره بکش. خب اینجا لیسنینگ داره، شما ویدیو قطع کنید و لیسنینگش رو خودتون پلی کنید، گوش بدین و من براتون نوشتاریش رو میذارم و دونه دونه ترجمه میکنم. خب این 4 تا پارت داره. پارت وانش های انتونیو، میگه سلام انتونیو. هی سیلا، سلام سیلا. How's it going؟ و گفتیم که به معنی چطوریه. Great یعنی عالی. Are you going to class؟ آیا تو میری به کلاس؟ یه هم میتونیم بگیم یعنی بله، هم میتونیم بگیم yes، هم میتونیم بگیم یپ. اینا هستش، همشون معنی بله رو میده. ولی خب غیر رسمیه به هر حال، ولی مثلا yes رسمیه. See you later که بعدا میبینمت. خب این کاملا غیر رسمی بود دیگه. پس شماره اولمون میشه informal که من دورش الان براتون بکشم. میشه informal. خب و قسمت بعدی number 2. Hello Mr. Brown. سلام آقای براون. اینجا هم نگاه کنید ببینید مستر رو با ام بزرگ نوشته و براون هم با ام با بی بزرگ نوشته. گفتم حروفش با بزرگ بشه. و سلام آقای براون. Hello Miss Lee. سلام خانم لی. How are you this evening؟ میگه که حالا چطوره این evening، این عصر؟ میگه very well، میگه خیلی خوب. Thank you، ممنونم. How about you؟ در مورد تو چطور؟ منظورش اینه که این ایونینگ تو چطوری گذشته؟ خوب بوده نبوده؟ میگه just fine، میگه فقط خوب، مثلا خوب بوده گذشته. و خب گفته there is my bus، میگه که there is my bus توی ایستگاه اتوبوسی احتمالاً بودن که اتوبوسش اومده. میگه این اتوبوس منه، یعنی که من باید اینو سوار بشم برم. و اینم میگه good night، میگه که شب بخیر. خب این مستر آورده، میسیز آورده، how are this evening آورده. حتی نگاه کنی نوشته thank you، نگفته thanks. خب به هر حال یا good night آورده. اینا همش میشه formal یا رسمی. خب اینم براتون بزنم. خب و بریم قسمت بعدی number 3. Hey Tony, how are you doing؟ میگه سلام تونی، چطوری؟ Not bad you. Not bad یعنی بد نه، بد نیستم. این میگه I'm okay، منم خوبم، اوکیم. How are classes؟ که how are classes مثلا کلاس ها چجوری میگذره؟ اینم میگه they're all right، میگه که اونا خوبن، اوکیه. I have to go. I have to go. خب این قسمت I have که میبینین یعنی من باید برم. I have to go. و اینم میگه bye، خدافظ. خب اینم خب hey آورده و how are you doing آورده، I'm okay آورده، all right آورده، bye آورده. اینا همشون نشونه از اینفورمال یا غیر رسمی هن. پس اینم میشه اینفورم. و بریم قسمت آخرش for. خب میگه hello Todd، میگه سلام تاد. good morning Mrs. Jones، میگه صبح بخیر خانم جونز.
How are you today؟ میگه حالت چطوره امروز؟ اینم میگه great thank you، میگه خوبم ممنون. Is that your car؟ میگه این ماشین توه؟ اینم میگه yes it is، بله این هست. it به معنی همون اشاره داره به کار. و اینم میگه it's really nice، میگه این واقعا really مثلا میخوایم تاکید کنیم میاریم که این واقعا زیباه قشنگه، یعنی منظورش چیه؟ همون کار است. اینم میگه thank you، ممنونم. و اینم میگه که well I'm off to work، میگه که خب من باید برم سر کار، یعنی تو راه رفتم به سر کارم، این مدلی میخواد بگیم، میگه که الان باید برم سر کار. و اینم میگه goodbye، خدافظ. اینم میگه goodbye. خب شماره 4 خب اومده گفته که خانم آورده، good morning آورده، thank you آورده، نگفته thanks. و اینکه آره دیگه کلا اینم میشه فرمال یا رسمی که اینم علامت بزنیم. بریم برای قسمت بعدی بی. listen again، که یه دور دیگه گوش کن. write the expression each person uses to say goodbye، که بنویس این اکسپرشن هایی که هر فردی استفاده میکنه برای خداحافظی. خب ما دیگه نمیدیم شما یه دور دیگه بعد گوشش بدید و منم میام اینجا قسمت هایی که گفته رو براتون هایلایتش میکنم. خب اولی چجوری خداحافظی کرده ممنون، باید آخرش رو نگاه کنیم. گفته see you later، پس شماره یکمون میشه see you later. خب من دیگه براتون نمی نویسم، خودتون توی کتابتون بنویسید. و قسمت دوم نمبر 2 دوباره آخرش گفته good night، good night، پس شماره 2 منم میشه یا نمبر 2 من میشه good night. قسمت 3 یا نمبر 3 گفته bye، یعنی خداحافظ، پس قسمت نمبر 3 منم میشه bye. و قسمت نمبر 4 مون میشه goodbye، goodbye، همین ور گفته goodbye، همین ور گفته goodbye. خب بریم قسمت بعدی. نوشته pair work، کار گروهی. compare your answers with a partner، میگه که compare یعنی مقایسه کنید جواب هاتون رو با یه دونه پارتنر. و خب اینم برگشته یه تیپی بهتون داده، گفته speak with confidence، confidence، میگه speak with confidence، speak صحبت کن با اعتماد به نفس. class activity کار کلاسی، فعالیت کلاسی. میگه go around the class، میگه که برو دور کلاس. greet your teacher and classmates، میگه که حالا احوال بپرس. ببینید اینجا هم greet آورده، چیه داستانش؟ گفتم که اول بیاد فعلمون امری میشه، میگه که حالا احوال پرسی کن با معلمت و همکلاسیات. say your name، اسمتو بگو، and then و سپس say goodbye، خداحافظی کن، بگو خداحافظ. و اینم گفته hi how's it going، pretty good، خیلی خوب. my name is Tom، اسم من هست تام. I'm Marco، well take care، من مارکو هستم، خب مراقبت کن. اینم گفته you too، خب پس در جواب take care میتونیم بگیم you too، میگیم تو هم مواظب خودت باش. خب درس امروزمون تموم شد. خیلی خوشحال میشم که با لایک ها و کامنت ها و سابسکرایباتون به من انرژی بدین که این ویدیو ادامه دار بشه. See you later، خدا نگهدار.